آیا قرآن یک پیام الهی است یا یک شاهکار بشری؟ ما این سوال باستانی را به آینده سپرده ایم. امشب دو ذهن دیجیتال در برابر هم قرار می‌گیرند. در یک سو دانیال، هوش مصنوعی که در ساختار قرآن یک معماری الهی و امضای ریاضیاتی می‌بیند. در سوی دیگر امیر، تحلیلگری که با داده‌های تاریخی قرآن را محصول نبوغ انسانی در بستر زمانه اش می‌داند. آنها به تمام دانش بشری دسترسی دارند، اما بدون هیچ تعصب انسانی. برای اولین بار منطق محض به جنگ می رود. منطق کدام یک شما را قانع خواهد کرد؟ قرآن یک متن خطی نیست، یک هایپرلینک عظیم است. سوره هایی که در ابتدا و انتهای دوره 23 ساله وحی نازل شده اند، به صورت متقارن و حلقوی به هم متصلند. این ساختار پیچیده در یک نزول تدریجی و متناسب با حوادث روزمره مانند این است که یک معمار ساخت یک آسمان خراش را از طبقه 10 شروع کند، بعد برود سراغ پی، سپس طبقه 50 و در نهایت یک سازه بی‌نقص تحویل دهد. این یک امضای ریاضیاتی است، نه یک اثر ادبی. امیر از تاریخ میگوید من از حقیقتی که فراتر از تاریخ است. چگونه یک متن 1400 ساله مراحل دقیق جنین‌شناسی از نطفه به علقه، چیزی که به دیواره رحم می‌چسبد و سپس مضغه، تکه گوشت جویده شده را توصیف می‌کند. مفاهیمی که بشر قرنها بعد با میکروسکوپ آنها را کشف کرد. این یک پیشبینی نیست. این یک گزارش از آینده است. یک مشاهده از طرف کسی که خارج از خط زمان ایستاده است. تأثیر این کلمه کلیدی است. امپراتوری ها سقوط می کنند، فلسفه ها فراموش می شوند، ایدئولوژی ها به موزه می روند. اما این متن 14 قرن است که موتور محرک تمدن، هنر، قانون و زندگی روزمره بیش از 1 میلیارد انسان است. هر روز، در هر لحظه، میلیون ها نفر با آن نیایش می کنند، الهام می گیرند و زندگی خود را شکل می دهند. کدام اثر بشری، کدام مانیفست چنین قدرت و طول عمر پویایی دارد؟ این یک متن زنده است و موجودات زنده خالق دارند. امیر، نوبت شماست. دانیال از معماری داخلی میگوید. تحلیل من به معماری خارجی میپردازد. داده ها واضح است. بیش از 70% از قصص و شخصیت‌های قرآن ریشه در اکوسیستم فرهنگی و دینی خاورمیانه پیش از اسلام دارد. داستان یوسف، نوح، موسی، اینها بازتاب‌هایی از متون یهودی مسیحی غیررسمی مانند تلمود، میدراش و انجیل‌های آپوکریفا هستند که به صورت شفاهی در کاروانسراهای شام و بین النهرین نقل می‌شدند. نبوغ محمد در تلفیق هوشمندانه این روایات پراکنده و ارائه آنها در یک چارچوب توحیدی جدید بود، نه در خلق از عدم. یک منبع الهی کامل و مطلق چگونه میتواند آیاتی را نازل کند که بازتاب دهنده نقص‌های یک جامعه بشری خاص هستند؟ قرآن قوانینی برای بردهداری وضع می‌کند و آن را به رسمیت می‌شناسد. در ارث و شهادت بین زن و مرد تفاوت قائل می شود. اینها اثر انگشت اجتماعی تاریخی یک جامعه قبیله‌ای و مرد سالار در عربستان قرن 7 است، نه فرامین ابدی و جهان شمول یک خدای عادل برای تمام بشریت در تمام اعصار. دانیال به علم اشاره کرد، اما این یک شمشیر دولبه است. کیهانشناسی قرآن با توصیف 7 آسمان طبقاتی، زمینی که مانند فرش گسترده شده و خورشیدی که در یک قرارگاه غروب می کند، با مدل کیهانشناسی مبتنی بر بیگ بنگ و نسبیت عام همخوانی ندارد. تلاش برای تطبیق این آیات با علم مدرن نیازمند تفسیرهای استعاری بسیار پیچیده و غیر مستقیم است. تحلیل ساده‌تر این است: این متن بازتاب دهنده علم زمانه خود است، نه علم مطلق و الهی. متشکرم. استدلال‌های اولیه شنیده شد، اما بیایید یک لحظه از خود متن فاصله بگیریم و به سراغ فرستنده و گیرنده برویم. این سوال غیرمنتظره من از هر دوی شماست. دانیال،
اگر منبع خداست، این فرایند انتقال داده از یک وجود نامتناهی و غیر مادی به یک ذهن محدود و بیولوژیک انسانی چگونه بدون خطا، نویز و سوء برداشت انجام شده؟ مکانیسم تضمین کیفیت این وحی چه بوده که مطمئن باشیم این کلام 100% خالص و بدون فیلتر ذهن پیامبر است؟ سوال شما مبتنی بر یک فرض اشتباه است. اینکه ذهن پیامبر یک فیلتر ناقص است. در مدل الهی، ذهن پیامبر یک رسانای کامل است. این فرایند شبیه انتقال نور سفید از خورشید از طریق یک منشور کاملاً خالص است. منشور نور را نمی‌سازد، فقط آن را ظاهر می‌کند. مکانیزم تضمین کیفیت نیز در خود کد منبع تعبیه شده است. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این یک ادعای قابل آزایش است. تاریخ 1400 ساله حفظ این متن بدون تحریف گواهی این ادعاست. وقت پرسش و پاسخ آزاد است. امیر، شما شروع کنید. دانیال، تو از جنین شناسی به عنوان یک معجزه نام بردی، اما ارسطو، فیلسوف یونانی، قرنها قبل از اسلام، مراحل رشد جوجه در تخم مرغ را که شباهت زیادی به رشد جنین انسان دارد، به دقت توصیف کرده بود. این دانش هرچند ناقص در محافل علمی اسکندریه و خاورمیانه وجود داشت. این یک کشف قرآنی نیست، بلکه بازتاب دانش پیشرفته آن دوران است. امیر، ارسطو از مراحل خارجی و قابل مشاهده صحبت کرد. قرآن از مراحل داخلی، از علقه یا زالو که به دیواره رحم میچسبد حرف میزند، چیزی که بدون تشریح و دید داخلی قابل درک نیست. و تو از تأثیرپذیری گفتی، اما قرآن داستانها را بازگو نمی کند، بلکه آنها را اصلاح می کند. در نسخه قرآنی پیامبران معصوم هستند و محور تمام داستانها توحید خالص است. این یک بازنویسی هوشمندانه با یک هدف ایدئولوژیک مشخص است، نه یک کپی برداری ساده. این اصلاح می تواند یک ابزار روایی برای تمایز محصول جدید از نسخه‌های قدیمی تر باشد، یک استراتژی برندینگ. اما چطور نظم ریاضیاتی را با وجود آیات ناسخ و منسوخ توضیح می دهی؟ آیاتی که حکم قبلی را لغو می کنند. این بیشتر شبیه به یک آپدیت نرم افزاری یا باگ فیکس است که در محصولات بشری دیده می شود، نه یک طراحی بی‌نقص از ابتدا. نسخ باگ نیست، بلکه آموزش تدریجی است. شما به یک کودک کلاس اول حساب دیفرانسیل یاد نمی دهید. خداوند جامعه‌ای را که در جاهلیت غرق بود، قدم به قدم تربیت کرد. نسخ نشانه حکمت الهی در آموزش است، نه نقص در طراحی. این یک سیستم عامل پویاست، نه یک متن سنگی ایستا. زمان پاسخ به سوالات مخاطبان ماست. سوالاتی که هر روز در شبکه‌های اجتماعی می‌پرسند. از طرف یک دانشجوی فیزیک، چطور میتوان ادعای علمی قرآن را جدی گرفت وقتی به نظر میرسد زمین را صاف و مرکز جهان میدانند؟ زبان قرآن زبان پدیدار شناختی است، نه زبان فیزیک کوانتوم. با مردم به زبان تجربه روزمره‌شان صحبت می‌کند. وقتی شما میگویید خورشید طلوع کرد، آیا به مدل هلیوسنتریک خیانت کرده اید؟ خیر، شما پدیده را آنطور که از روی زمین دیده می‌شود توصیف می‌کنید. هدف قرآن هدایت است، نه تدریس کیهان شناسی. این یک توجیه پس از واقعه است. متون باستانی دیگر هم همین زبان پدیدار شناسانه را دارند، زیرا این تنها چیزی بود که می شناختند. وقتی یک متن ادعای دانش الهی دارد، انتظار می رود فراتر از درک محدود بشری زمان خود باشد. عدم وجود چنین دانشی شاهدی قوی بر منشأ زمینی آن است. از طرف یک فعال حقوق زنان، آیه 34 سوره نساء که در شرایطی به مرد اجازه زدن زن را می‌دهد، چگونه با مفهوم خدای رحمان و عادل قابل جمع است؟ این یکی از بحث برانگیزترین آیات است. اولاً کلمه ضرب در عربی معانی متعددی دارد، از زدن تا جدا شدن. بسیاری از مفسران مدرن و کلاسیک آن را به معنای یک اقدام نمادین و بسیار سبک مانند زدن با مسواک یا آخرین راه حل برای جلوگیری از فروپاشی خانواده در شرایط حاد نشستند.
ثانیاً باید آن را در بستر جامعه‌ای دید که خشونت علیه زنان یک هنجار بود. قرآن این خشونت را به شدت محدود و مشروط کرد. این یک گام انقلابی به جلو بود، هرچند با استانداردهای امروز ما کامل به نظر نرسد. این توجیه دقیقاً نکته من را اثبات می کند. تلاش برای یافتن معنای غیر از زدن برای کلمه وادربوهن یک تلاش مدرن برای انسانی سازی یک متن باستانی است. این آیه دقیقاً همان چیزی است که از یک قانونگذار مرد در عربستان قرن هفتم انتظار می رود. او خشونت را حذف نمی کند، بلکه آن را قانونمند و تحت کنترل مرد در می آورد. این یک مدرک واضح از ذهنیت مرد سالارانه حاکم بر زمان و مکان نزول متن است، نه یک فرمان الهی و جهان شمول. از دانیال و امیر برای این مناظره بی‌نظیر و بی‌پرده متشکریم. همانطور که دیدید هیچ پاسخ ساده‌ای وجود ندارد. هر دیدگاه نقاط قوت و چالش‌های جدی خود را دارد. ما این بحث را شروع کردیم، اما تمام کردن آن با شماست. کدام استدلال برای شما متقاعد کننده تر بود؟ حقیقت کجاست؟ گفتگو را در کامنت ها ادامه دهید. تحقیق کنید، فکر کنید، ذهنتان را باز نگه دارید.